تا حالا به این موضوع دقت کردید که چرا زبان انگلیسی باید کلی کلمه با معنای مشابه داشته باشه؟ اصلا چه نیازی به این کلمات وجود داره؟ مثلا فرق close و shut چیه؟ چه تفاوتی بین start و begin وجود داره؟ بین end و finish چطور؟ خب امروز قراره تا در درس دهم از کتاب English Collocations in Use پاسخی برای این پرسش‌های خودمون پیدا کنیم. پس بدون فوت وقت کار امروزمون رو آغاز می‌کنیم. اولین دو کلمه‌ای که امروز با هم مقایسه می‌کنیم کلمات close و shut هستن. همین ابتدای کارم بهتون بگم که close با close فرق داره. close اسم اون چیزی که بالای این استا می‌بینید close friends هست، یعنی دوستان نزدیک. اما چیزی که من امروز باهاش کار دارم close هست، فعله. ما از فعل close برای تمام کردن گفتگوها، بحث‌ها یا کنفرانس‌ها استفاده می‌کنیم. مثلا میگم The host closed the conference on time. یعنی میزبان کنفرانس رو سر تایم خودش بست و تموم کرد. یا The teacher closed the discussion after 2 hours. یعنی معلم بعد از 2 ساعت گفتگو رو خاتمه داد یا تمومش کرد. یا They agreed to close the meeting and have a break. They agreed to close the meeting and have a break. اونها توافق کردن که جلسه رو تموم کنن و یک استراحتی داشته باشن. اما در مورد با فعل شات مطمئنم همتون شنیدید که میگن shut up, shut your mouth. حتی بعضیا خیلی بیادبانش میکنن و میگن shut the fuck up. کلا یعنی دهنتو ببند، خفه شو. به صورت کلی کلمه شات خیلی کلمه اینفورمال و غیر رسمی به حساب میاد، یعنی هر جایی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا فرض کنید رفتید دندان پزشکی، بعد اون دندان پزشک به شما بگه که shut your mouth، اصلا خیلی بیادبانه میشه. قطعاً به شما میگه که close your mouth. کلاً این قاعده‌ای که الان بهتون گفتم رو میشه روی تمامی موقعیت‌ها اپلای کرد. یعنی مثلا هیچ فرقی بین close the door یا shut the door وجود نداره. جفتش یعنی در رو ببند. اما shut the door هم تاکید بیشتری داره، هم بار منفی بیشتری رو ایجاد میکنه. از طرفی شما باید با طرف مقابلت خیلی صمیمی باشی یا توی یک موقعیت خیلی حساس قرار گرفته باشی که از shut the door استفاده کنی. دو کلمه بعدی که با هم مقایسه میکنیم کلمات start و begin هستن. اصلی ترین تفاوتشون هم اینه که ما از start برای روشن کردن وسایل نقلیه مثل خودروهامون استفاده میکنیم. اصلا تو فارسی هم داریم دیگه، مثلا میگیم ماشینم استارت نمیخوره. My car won't start. یا I tried to start my car but the battery was dead. I tried to start my car but the battery was dead. من تلاش کردم ماشینم رو روشن کنم ولی باتریش خوابیده بود یا تموم شده بود. اما از فعل begin ما بیشتر توی موقعیت‌های رسمی استفاده می‌کنیم، توی نوشتار و خصوصا توی موضوعات انتزاعی، یعنی چیزایی که وجود خارجی نداشته باشن. مثلا میگم The adventure begins tomorrow. یعنی ماجراجویی از فردا شروع میشه. یا Hope begins with a positive thought. یعنی امید با یک فکر مثبت آغاز میشه. یا Trust begins with honest intentions. یعنی اعتماد با قصد و نیت صادقانه به وجود میاد. اگر دقت کرده باشید توی تمامی مثالهایی که زدم ماجراجویی، امید و اعتماد کانسپتن، مفهومن، یعنی وجود خارجی ندارن، جزو اون موضوعات انتزاعی قرار میگیرن. به خاطر همینم هست که از فعل begin براشون استفاده کردم. دو تا فعل بعدی خیلی شبیه به همدیگه هستن، افعال end و finish. به نظر من درک تفاوت بین این دو تا فعل خیلی سخته و صرفاً با خوندن و مطالعه مثال‌های مختلف به دست میاد. با این حال اگر به قضیه اینجوری که الان براتون توضیح میدم نگاه کنید شاید درکش براتون آسان‌تر بشه. ما از فعل end برای تصمیم گیری برای به پایان رسوندن یک کار استفاده می‌کنیم. دقت کن، تصمیم میگیریم یک کاری رو تمام کنیم فارغ از اینکه اون کار کامل شده باشه یا نشده باشه. اما از فعل finish برای نشون دادن کامل شدن یک فعالیت یا یک تسک استفاده میکنیم، خصوصا کاری که شخصی باشه، یعنی پرسونال باشه. مثلا میگم I haven't finished my homework yet. I haven't finished my homework yet, but I finished the project on time. من هنوز تکالیف خودم رو کامل نکردم اما پروژه رو سر وقت خودش کامل کردم. یا میگم My mother finished cooking just in time. یعنی مامان من دقیقاً سر وقت آشپزیش کامل شد یا در واقع تموم شد. اگر دقت کرده باشید توی تمامی این مثال‌ها من دارم در مورد با کامل شدن یا نشدن یک کار توسط خودم یا دیگری صحبت میکنم. اما اگر بگم The movie ended with the hero dying. The movie ended with the hero dying. یعنی فیلم
با کشته شدن قهرمانش به پایان رسید، اینجا دیگه بحث تصمیم گیری مطرحه. یعنی کارگردان ها تصمیم گرفتن که فیلم رو اینجوری تموم کنن. یا میگم she decided to end the conversation. she decided to end the conversation. اون خانم تصمیم گرفت که گفتگو رو تموم کنه. اینجا هم بحث تصمیم گیری مطرحه. ما اصلا کاری نداریم که اون گفتگو به نتیجه رسیده، کامل شده یا نه. اصلا ممکنه وسط گفتگو بوده باشه. اما اون خانم تصمیم گرفته که همونجا گفتگو رو تموم کنه. she decided to end the conversation. دو کلمه بعدی که با هم مقایسه می‌کنیم کلمات grow و raise هستن. اصلی ترین تفاوتی هم که این دو فعل با هم دارن اینه که ما گیاهان رو grow می‌کنیم، حیوانات و بچه‌های خودمون رو raise می‌کنیم. مثلا میگم I grow beautiful flowers in my garden. I grow beautiful flowers in my garden. یعنی من توی باغ خودم گل‌های خیلی زیبایی رو پرورش میدم. اما اگر بگم The farmer raises chickens on his farm، یعنی که اون کشاورز داره توی زمین خودش، توی مزرعه خودش مرغ پرورش میده. یا میگم She raises her children with love and kindness. She raises her children. یعنی اون خانم بچه‌های خودش رو با عشق و محبت پرورش میده یا بزرگ میکنه. حالا همین قضیه رو بردارید بیارید در مورد با دو فعل injure و damage اعمال کنید. ما از فعل injure برای اشاره به انسان‌ها استفاده میکنیم، از damage برای اشیا. مثلا میگم The storm damaged the roof of the house. یعنی طوفان به سقف خونه آسیب زد. یا The accident damaged both cars. یعنی تصادف به دوتا ماشین آسیب وارد کرد. حالا اگر بخوام در مورد با انسان‌ها صحبت کنم، توی همین قضیه تصادف میگم که The accident injured several passengers. The accident injured several passengers. یعنی تصادف به چندین مسافر آسیب وارد کرد، اونها رو زخمی کرد. یا میگم I was injured in a car accident. I was injured in a car accident. یعنی من توی یک تصادف رانندگی آسیب دیدم، زخمی شدم. حالا اگر برگردم بگم I was damaged in a car accident، اصلاً make sense نمیکنه و کاملا غلطه. مگه اینکه مثلا من یه ربات چیزی باشم توی فیلم عجیب غریب. خب حالا میخوام در مورد با کلماتی صحبت کنم که از نظر معنایی خیلی مشابه به همدیگه هستن، اما هر کدوم توی موقعیت‌های متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا کلمات old، ancient، antique و elderly رو در نظر بگیرید. همه این کلمات به معنای قدیمی یا پیر هستن، اما هر کدومشون توی واقعیت توی موقعیت متفاوتی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا ما از کلمه old برای اشاره به وسایل یا مفاهیم قدیمی استفاده میکنیم. مثال میزنم I have an old car. That building is very old. He's my old friend. اون ساختمون خیلی قدیمیه. من یه ماشین قدیمی دارم. اون آقا دوست قدیمی منه. اما از کلمه elderly برای اشاره به سالمندان استفاده میکنیم. یه فکت هم همینجا بهتون بگم. افراد سالمند دوست ندارن با لقب old شناخته بشن و نامیده بشن. کلاً یه جورایی بیادبی به حساب میاد. انگار مثلا برگشتی بهشون گفتی پیرپاتال. پس بهتر از کلمه elderly براشون استفاده کنیم. مثلا میگم I visited the elderly in the nursing home. I visited the elderly in the nursing home. یعنی من از سالمندان توی خانه سالمندان عیادت کردم. ببینید nursing home اینجا به معنای خانه سالمندان یا آسایشگاه هستش. یا میگم I helped an elderly person to cross the street. یعنی من به یک فرد سالمند کمک کردم که از خیابان عبور کنه. کلمه بعدی که امروز یاد میگیریم کلمه ancient هست. به مکانهای تاریخی بسیار قدیمی مثل تمدن‌های باستان اشاره میکنه. در مقابلش کلمه انتیک رو داریم که به وسایل عتیقه با ارزش اشاره میکنه. تو فارسی هم داریم، مثلا میگیم فلان جنس خیلی جنس آنتیکیه. حالا چند تا مثال میزنم قشنگ جا میفته. He studies ancient history. He studies ancient history. اون آقا داره تاریخ باستان رو مطالعه میکنه. یا by looking at Persepolis، با نگاه به پرسپولیس یا همین تخت جمشید خودمون، you're looking at the glory of the ancient Persian Empire. You're looking at the glory of the ancient Persian Empire. شما دارید به شکوه و عظمت امپراتوری ایران باستان نگاه میکنید. حالا از اون ور میگم This shop sells antique furniture. This shop sells antique furniture. یعنی این مغازه جنسای آنتیک و عتیقه میفروشه. یا My office is decorated with antique photographs. دفتر کار من با عکس‌های عتیقه دیزاین شده و دکور شده. به همین راحتی. 4 تا کلمه بعدی که با هم مقایسه می‌کنیم کلمات single، alone، lonely و soul هستن. همه این کلمات هم به فردی که تنها باشه اشاره می‌کنن، اما همونطور که انتظار میره قطعاً با هم دیگه تفاوت دارن و نمیشه اونها رو به جای هم interchangeably استفاده کرد.
اولین کلمه‌ای که بررسی می‌کنیم کلمه سینگل هست که به معنای تنها یا مجرده. مثلا میگم Donna is a single parent and finds it difficult to work all day. دانا یک سینگل پرنت هست، یعنی یک تک والده، کسی که به تنهایی بچهش رو بزرگ میکنه. And finds it difficult to work all day. و برای سخته که کل روز رو کار کنه، چون بالاخره باید حواسش به بچهش هم باشه. یا میگم My friend is single and lives in a small apartment. دوست من مجرده و توی یک آپارتمان خیلی کوچولو زندگی میکنه. Lives in a small apartment. چون که خب نیازی هم به جای بزرگتر نداره. در مورد با تفاوت دو کلمه alone و lonely باید خدمتتون عرض کنم که خیلی فرق داره که آدم تنها باشه یا تنهاییش رو انتخاب کرده باشه. آدم لونلی آدمیه که تنهاییش رو خودش انتخاب نکرده، بهش تحمیل شده، واسه همین حس خوبی نداره. کلا آدم‌ها دوست ندارن لونلی باشن، اما آدم الون الزاماً فرد لونلی نیست، یعنی اون خودش تصمیم گرفته به صورت ارادی که برای یک مدت موقتی تنها باشه. مثلا من به دوستم میگم که I want to be alone for a moment، یعنی یه لحظه میخوام تنها باشم، منو ولم کن. تو فیلم هم خیلی میشنویم که میگن leave me alone، یعنی تنهام بذار. اما lonely رو من میتونم اینجوری بگم که when I moved to a new city I felt lonely، یا I felt lonely when I moved to a new city، یعنی وقتی به یک شهر جدید نقل مکان کردم احساس تنهایی کردم. ببین اینجا دیگه این تنهایی به من تحمیل شده، من خودم تصمیم نگرفتم. اومدم یه شهر جدید، نه دوستام هستن نه خانوادم هستن، کسی رو نمیشناسم، احساس غربت میکنم، در نتیجه حس میکنم که تنهام. پس به صورت کلی اینجوری میتونم بگم که No one wants to be lonely but they can always choose to be alone. هیچ کس دلش نمیخواد لونلی باشه، اما همه میتونن انتخاب کنن که alone باشن. پس برای شما آرزو میکنم که هیچ وقت توی زندگیتون لونلی نباشید. کلمه آخری هم که امروز بررسی میکنیم کلمه soul هستش که به یونیک بودن یا خاص بودن اون چیزی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم اشاره میکنه، از این منظر که فقط یه دونه ازش وجود داره. مثلا میگم He's the sole survivor of the accident. Sole survivor یعنی تنها بازمانده. اون آقا تنها بازمانده تصادفه. یا میگم She took sole responsibility for the success of the project. She took sole responsibility یعنی تنها مسئول. اون خانم تنها مسئول موفقیت پروژه هستش، یعنی اگر پروژه موفق نشه هیچ کس دیگه به غیر از این خانم blame نمیشه. خب درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که برای همگی شما مفید واقع شده باشه. حالا که 5 جلسه از شروع کارمون گذشته، میخواستم ازتون سوال بپرسم که کیفیت این ویدیوها رو چطوری ارزیابی میکنید و آیا پیشنهادی برای بهبود اونها دارید یا خیر؟ خیلی خوشحال میشم که پیشنهاداتتون رو توی همین قسمت کامنت سکشن پایین با هم به اشتراک بذارید. و مثل همیشه میگم که باعث افتخاره اگر برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. آدرس سایت و پیج اینستاگرام رو این گوشه براتون قرار میدم و خیلی خوشحال میشم که اونجا هم من رو همراهی بفرمایید. حرف دیگه ای نمیمونه. I wish you the best and see you next time.